زهری و زغمت دوباره لالامت شامت گدیون سلام علیکم ماما. سلام ماما جو خوبی بخیر سلامتی. خب ماما شاگردمی همین قبضا برق هم بیامده بیای مده کن ما ببریم. از شما خیلی انبو شده. چند شده؟ 10,400 روپیه شده. اینه چه 10,400 شما طلبگارم از اون برج پیشتر برید. انالی 2 قبضه شده. چند قبضه؟ 2 قبضه شده. بابا جان قبضه اون پیرم تحویل کردیم قبضه دیگه. اختیاری هم بداده دیگه ما چون ماما جون. من خبر ندارم. شما تو چیز صدا کو؟ رمضان صدا کو؟ ما تحویل کردیم کافه خوبه کردم. ما چون دیگه مدمی دوره سوک غزدان مدمی. بامرو قبض برق اختیاریه دادی که اگه نیانی تحویل نکنیم بهتر شما میان و میکنم میبرم. اینه. آه. اونی یا قبض شما بده کنه. قبض جیروی تحویل کردیم. یعنی قبض جان. خبه. برو صدا کو که بیای برو. بده تو ما پول تحویل کردیم ما به قیاد نداره کاکو ما چون به خدا که ما به قیاد داشته باشیم بروی همون چیز که نوشتیه دیگه بروی همون قبض برق اختیاریه زده تاگه نه یعنی تحویل نکنیم بهتر شما وامی رمضان یا بالا بده تو با چی بشی بس خریدکاری ها کنی فیلم بزی میکنی سرمه چرا نمیای دیگه تو با چی میبشی خودم غلطی کنی تو شرم حیا نداری رمضان فکر نمیکنی ولی منظر هم بگیرسی هم وقت ایسا که پولان با دستتو میده ببر تحویل کن پولان هم پس که چرا میکنی میگم بابا جان بله من قبض برق و دستتو نداری که ببری تحویل کنی بداده و چی کردی قبضه تحویل کردم بابا ایشتا تحویل کردی همون پولا شما هم بود از ما هم بود خب 5,400 بود به نظرم خب همونا 5,000 بود من چون فهمیدم این تو خونه بود اگه اونا رو بردم تحویل کردم دیگه پولا خود شما ندادیم امروز روز که گفتیم ببر که 2 روز دیگه وقت داره آفرین ندادم پولا حق خونه دادم ها چرا حالا 10,400 نوشته باید قبض من نمیفهم بابا مثل که نفهمیدم اونا ایشتا نفهمیدم هم چی جنبه کدام نفهمه من که تحویل کردم بابا از این صد میفهم فکر جای بخومیش دیگه بسته دیگه به چه داری موتو بسته میگم من از تو پرسان که تاچه که چی کردیم به من میگی گم شده ایشتا گم شده می تاچه بیاردم بابا با خونه بدادم دستن انه خود گم شده دیگه گناه میچیه من که بیاردم اگر ناله تاچه میبردم من تحریمی میزنم گفتن کاکا هم تحویل کردم من چون دیگه من که بیاردم دیگه بودم از تو به درس را روی بردونه چی به تو نگفتم تاچه گم نشده پولا به درخت رسوندیم بچه جان ما بچه نیم که مرگب میدیم بابا این گپار نزنه من تا حال دیگه هم کار بکرده بودم میگم چرا داری تاچه گم نشده خب می حال گم شده دیگه پینکسی اشتا گم شده می پینکسی ما بوده که چی پینکسیه بگو باشه کم خو کردم بچه جان از این ساعت دیگه با خود فکر جایی بر میداری میشه زمستون هر جا میبر هر جا میبر خب خیلی من 5,000 من اصلا نمایه که بدیم 10,400 دارم من میدونم برو بخیر به هر جا که میری دیگه نمام که تو رو ببینم رنگ تو رو نمام ببینم تو بسرم که فیلم بازی میکنی تو میگه من نمیفهمم
ام بچه که من پیار و مادر خو خیانت که بچه بریدم بچه میشه من نکردم خیانت بابا. وقتی تیز برو جلو پستا خو جمع کن برو حرکت برو وقتی زمستون ما به کجا برو؟ بعد تعطیلی میری برو من چی کار دارم وقتی فکر جای بخوشم ظلم میکنیم بابا. چی ظلم میکنم تا جا که تو بابا کمک کنی من حق خورمه تو از حق مساک دوزی میکنی تا جا که مساک تو یه می قبضه که هرچی به قیام میامد من میفهم که یمی بده که خو خرج میکردی با درخت خو میرسیدی من میفتم به قیاد میاد تا صندوق جامعه اطلس بیاریم تا بپوشونم تنید سینه ریزی از جواید بندازون بگردنید نکنه دستی ضعیفم برسه به دامنید نکنه خونم بیفته عاقبت بگردنید های بالا 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 قربانی اون نگاهت قربانی را رفتن و قربانی خاک پایت من روزی زار و پای تو میمیرم جامعه اطلس بیاره تا پیش میگو چی بود یک دفعه پیش بابا خو شبکه خسرم یک بار بگو که من از سرا بیرون نکنم اینا او دامونی واسه قلقله داشتم سر صدا داشتم گفتم گینا شما از سرا بیرون شیم بریم خاطر که چیز موضوع اینه که رمضان بس که پولا قبض برق او دوره خرج کرده بوده چی رقم بوده انا از اون واسطه میگن که بریم شما سرا بیرون شیم شما اینجا دیگه نباید بشینید اون رمضان هم به خدا گریه میکنه که ما رو سرا میکشه اون بزرگ خونه شیشته گریه میکنه که میگم وسایل جمع میکنه که بریم از سرا مال بیرون کدام از سرا بخزین پول قسم برق بگم چیکار کرده پول قبض برق خرج کرده چه رمضان پیانو خرج کرده نه رمضان خرج کرده رمضان خرج کرده خوردنی نه خوردنی نخرده خاطر مثل که بعد برار قصدار بوده بفهمیدین آل بابا کاکا خسرو من فکر بابا تو کاکا خسرو رو فکر میکنه که الان من پولا خرج کردیم بخوردیم آل رمضان از این واسطه بیچاره گریه میکنه میگه خدای بچی رو هم نداره که پیاخه بگم که پولا خرج کردم بدادم به قرض خسروبوری خدا دادم آره فکر میکنن که البته ما پولا خرج کردیم یعنی حالا با شما پیار میگفت اگه سلام ما بیریشیم ها خب ها دیگه اینه خب بیریش من شهر شما فارغ نمو نه من به کی میگم معزودم من کار موزله بمیشه برم پیش بیار خب گفت تو بابا اینا رو بیری نکن که او احساب علو میفهن که گردنه و من باشینیه مثل می برواز 45 ساعته میگم گیلک من از دم نیتولک میزنم به تو من به کی هم میگم من دیوانه واقعا که سادی بودی به خدا ساده فقط قیافه تو شوارتونه هر بار به خدا به خدا یه از ساده تر بوده به کی میگم خود کله کنده خوب لو بعد تو بینی شوری هم قوی بخو از این مثل فارغ شهر میکنم فارغ کنم به تو دم میگم یک پیری گولی بدی نه اینا رمزون بیا ورده الان پیری از بیزی رستوران چیز مثل مرغ بهتون یک اینا خونه من که اینا پیار میبینی کنه من میرم پیار خود سیخه میکنم میگم بابا رمضان خود زن بیری که اینا بد اخلاقم گردن رو باید تا رو نرم نگم سلام کاکا خسر خوبی؟ سلامتی شکر میگم کاکا خسر خب بگو همین موضوع قرض برقه خب که شما رفتیم یخن رمضان رو بگرفتین که برو از سرا بیرون شد همین شب زمستون به خدا کفری کار نمیکنه چرا شما من رو از سرا بیرون میکنه که میگم هم بچه که با مادر خو به پیار خو غلط بودی بچه از هرگیز نباشه نه ماما میته بچه نه ماما میته بچه به همیشه گم رد نداره نداره شما مزد فکر میکن که چه کار کرده خب سعی کنه کاکا خسر همین قبل پیشتر پیامونی 5000 که 2,500 پم حق برفت از دیسا کو پیدا کردن 2,500 حق شوت بود خب سعی کنه بعد اون به دست که برو تحویل کنه حالا سعی میکن قبض برق اومد 10,400 دیپه
بابا. کنیم این گپ خب این حروم با خدا حق اینا رو از سرا بیری کنیم برار ما باشه برار ما میگم پیار ما باشه پس چه کار میکنین؟ ما چه کار کنون اون خلوزیتی؟ سعی کنیم کاکا خسرو گپ اینجیه رمضان شاید مجبور بوده این کار کرده به خاطر برار من قصدال بوده خب خب من احترام شما خیلی دارم خسور منه به جا پیار منه خب. احترام شما دارم من گپ به شما میزنم رمضان بیچاره مجبور بوده که این کار کرده برفته برای برار من قصدال بوده خود چرا هم اول به میتونه میگو؟ خب میگه قبض بیاردن ببردن تحویل کردن تاچه که گم کردن میگه تاچه که گم کردن توبه چرا میخندی؟ چه کاره اینه مگه گپ خنده داری گفتم خسر بوده ها ایلا خواست به برق بگه گم شده او مرده که میگه نصفی بگن داره نصف دیگه بشیر بمانه بگو علده بگو دیگه برای تو اینا خودی زن خود ککک نی کردم حال من با همیتم میگم من به دل ما دردی نبود این که برای میگم تاچه که چی کردی میگه گم شده حروم بزیه بابا سیری پا بده میگم سیری پا بده بابا خب میدم شما بگین سیری پا بده چی خاطر بودم؟ منو مولو تیمو چارمنه آه کچی کردی؟ سر خورتیار کنم یعنی چی میگی تام باز نمیده کلت یک سال دم قصه میمونده بچه چرا بابا؟ تو سک این قیافیه من ندارم پول سیری پا بده برو تیمو چارمنه بشینم تیار کنه تحصیلات سیری په بودم برم مادر خوستو مکنه دام پیش خو مطلب بیری کنیم اینا بابا اخوانه از سرات برم کار خوبه دیگه نمایمیته چیزا حالا که عروس خوبه کردم حالا اون کاره کرده با داده با برار تو داده من مسئله نیه ای تا اگه اول به من میگه واسطه اون بگول روی تو که به می سراخونه مقدارم خیلی بینیم دست شما درد بفهمیدی؟ نکنه حالا کم برو بخونه خودی برو خیلی بینیم وجه خسرو دست شما درد نکنه واقعا ممنون تشکر خیلی بینیم باشه من از اون میگم بابا شما چی دیگه چی بدر نمیکنم وای 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 به چی خنجیگیری من دینی من ظریفه به دست دادم که ببری قبض برق تحویل کن آخرم خب من امروز اول به من میگفته که من اینا رو بدم خصوصی خود قصدارم بدم خصوصی خود دادم که میخواد جنجال خودتون نمیکردم